شرو پفچون لگوندین باشوری عفرینه که بگوندین چیای لیلون و شیراوات ناسکرین بردوامن. و ده 23 ماه آدار ارتشا ترکیه را گهاند که گوندین فافرتین و برجکه کباشین کتن بین کنترول چکدارن ارتشان اجتماعی ین سر به حکومت سوریه دمکی و ارتشا ترکیه ده. او اپراسیون هاتن که پشتی هر یک جگونده باسوته، براده، کیماره، باسوفانه، برج حیدر جدست چکدارن شیعی ین سر به حکومت سوریه دمکی و درکتن. لگوری میدیای ترکی را گهاندنه که حکومت ترکیه هول جبو راهنان کرنه هزار کسی جبو کار وکا پولیسان لعفرینه کار بکن دکه. روزنامه یعنی شفاق یا ترکی بلاف کریه که اندام انجمن خوجهی لعفرینه عبدالعزیز تمو تکس کریه که مبست جدست نشان کرنه حکومت ترکیه جهازار کسی پاراسنا آشتی و جیبجی کرنه آرامیه لباجار عفرینه. عبدالعزیز تمو تکس کریه که حکومت ترکیه و هزار جوانی جخلک عفرینه دست نشان و راهنان بکه. و اوین سرگوند و نفچین عفرینه روجاوای کردستانی ورن بلاف کرن. و بوی گاوه ریوبری عفرینه و وگره جخودین خواه ین رسن را. تمو اماجه بوی که کریه که دوی دمه و قوناغه ده و حکومت ترکیه و ارتشاوه سرپرشتی عفرینه بکن تا که خلک عفرینه بخوا کار بکن جریوبری گوند و باجار خواه بکن.